وقتی که ما یک گروپ بودیم رحیم پروداکشن را کار میکردیم بود همین حالتهایی که فهم خوردید فریب خوردید این مردهایی بودن که شما رو مثلا استفاده بردن همین لحظه آخران بار من رحیم دیدم در کجا آخران باره که من تلفن میزنید در دلتون یگان گپ هم وجود ندارد و یگان غرض هم وجود ندارد انیق است انیق یگان گپ خبر نیست من وقتی آمدم حتی پاش خبرگیریم اومد سیاره رو ندیدیم حوزیخه سیاره غریبی رفتیم دیدیم در تلفن گپ زدیم همین قشنگ میدونم رحیم هم رفته با فکرم برای من آخران بار نیست که من روزی دوشنبه پرواز دارم رحیم بهترین من مقصد از این گپ گفتن یگان چین در دل ندارم لیکن وقت نمیخوام که وقتی که همین بعض نفرها در یک محیط کلام میشن یک چیزی میسوزن که مردم قبولشون میکنن وقتی اساسی میشود جدا باشن این چیز رو من نمیخوام با همین مقصد گفتم خیلی مدومه که مناسبت شما کنده نباشد خداوند میگیم که دوی مکنده نباشد شما یعنی در زندگی هم مرد هستید هم زن هستید طفلتون پرورشش کلان کردنش و گردن شما در خانه کی زندگی میکند و در خانه خدا شما صاحب خانه هستید خدا شکر یک قان زنید چند سال کار کردید که خانه خرید 2 سال نیم سال واو در کجا کار کردید 2 سال امریکا بودید نه اول مسکو رفته بودم چند خدا در روسیه بودید در روسیه مقام نایستادم یک 3-4 ماه میخواد ایستادم خب بعدا آمدم در اینجا که یک تاجیکستان خب تاجیکستان آمدم خیلی یک تا دوگانه بود و آیلگی خیلی خالش همشون در ترکیه کار میکرد خب بعدا مرا گفتم خیلی اگر کار خواهی که برمتا در مگزین من لازم نمیکنم حتی رفتم در اونجا یک هفته ایستادم گریه کرده بودم که من زور سوشم نیستم زور اونجا من میرم تاجیکستان میرم گفته بعدی دختر قفای ما رفت زره جان طاقت کن همش میشه نه من شلوخید همش همش خداوند بنده پرصبر شه خیلی دوست می‌داشته از اون جمله شما را با قسمی خونه کار کردیدن که قوضه کرده اومدین سمی خانه کار کردم یک بار نه آمدم سمی خانه کار کردم نیمشه بعدا رفتم با کار کردم با نیمشه ملنیس خداوند داد هزاران بار شکرانه خیلی صاحب خانه بودن اکنون خوب است برای همین هنرمند بودن و برای مثلا همچون خیر درد بی خونگی را همون نفرهایی که در کیورتیره اقامت میکنن میدونن اما که شما خوشبخت هستید که صاحب خانه خود هستید با من فهمیدم که خانه تون رو با کسی تحفه میکنید بله یک خالم هست فرزند نداره ما با جای فرزندی او هستم او هم کوارتیره میشید خیلی عذاب کشید بعدا گفتم بیا همین خانه ما پدر کد میکنه قطعی شما زندگی دارد الله همراه شما بله شما همون ضرر نمیبینید با جای فرزندی او باشه فرزند نداشته باشه با امیدیتش با در نبه همراهش زندگی میکنه بله در یک خانهش خودم کتی دخترچم نیستم حتی خالم در برام خواب میکنه خانهش خیلی یزنم میشینه شما خونهاتون شوهر بودن؟ بله نه قان زنید زهرا جون باور که ملادیس وقتی که ما همین زنهای هنرمندی که موفق شدگی هستند و در جامعه گپشون کم هست عموما نیست دوست می‌دارم برای چی هر یکی اونها مادر هستند بیشتر فکر میکنن درباره اویله و کلان کردن فرزندها لیکن زهرا جون با سوالی دیگر هم دارم چند سوالی دیگر هم دارم بین شما همین دوستان رو چخیل جدا میکنید دشمنان رو چخیل جدا میکنید شما با این یکون تجربه است یا همین خیلی دیدنتون با میفهمید من دشمن من دوست حساب میکنم دوست من دوست
چی با؟ با کسی گندگی نمیکنم. نمیفوره کسی گندگی کنه. بله. اگر کنه چی؟ اگر کنه در خودم میسپرم. کینه نمیگیری؟ نه. در روش نمیگی که کارت خطا است؟ نه، اگر من شوم بیند دروش میگم که شو من این گپا گفتی. اگر که خفه شوم میگم که ما ای قفای آدم گپ زنی را دوست نمیداریم. آفرین. همین زهرا جون، وقتایی که مثلا در بین بازار ها میگردید، کوچه های شهر میگردید، عموما در هر یک گوشه تاجیکستان میگردید، با مخلصاتون روبرو میشوید. بله. چی میگن؟ یا یک سلفی؟ هست خیلی مخلصایی که پیش میبرد. آهای زرتی میگم ها یا خاله یا اپا یا اکا. بعضی که منم میبینن البته صورت میگیرن. حتی در ترکیه بودم چند مخلصی خطا دیدم همراهم صورت گرفتن. میگه میزا کشیدم. وقتی باید صورت گرفتم با خدا لرزه گرفتن. خیلی صورت میگیرم میبینیم. برای که در ترکیه جایی که من بودم هم نمیدونمش تاجیک بود. خرسم میشوید هم وقتی که همروش مصورت میگم بعد از این که میرم میگه خدا را شکر میشناختی ها؟ نمیدونم بار نکنه میگوید یونی مردک بری. نه من میگم وقتی که میسان میبینن سلام علیک میکنن یا صورت میگیرن البته بعد خدا میگم که خدا را شکر من نمیشناختی. سلامت باشی. سلامت باشی زهرا جون. وقتی که مثلا شما درباره خارجه گپ زدید، تاجیکستان گپ زدید، من یک چند مدت فهمیده بودم شما بیمار بودید و حالا هم میگویید بیمار هستم. این چیه که مثلا شما یک بار نمیگه که مثلا سوز هستم، فقط بیمار. این یگان کسل هستی شما یا حالا ما رو نکرد چی هم داری که؟ نه شکرانه خدا میگم خداوند بنده دوست دارش را درد میته باش باشم میته هزارون بار شکرانه با دردهای دادگیش. خدا را شکر خیلی سوسته رو این شما هم مانده قند تبزن لیکن ما میخواییم ای خداوند که شما را خداوند پیش از همه شفا دهد و در زندگی باز از این هم موفق کنه. زهرا جون میخواهم که 3 گپی خوب گویی که مردم در حیات خودشون تجربه کنن، استفاده برن. بعضی یکم خب صحنتون رو یا که از کدوم دایره نباشه 3 گپی خوب باشه. بعضی انسان مثال ما وقتی که صحنه تربیوی میکنم من خیلی نبینیم شما ما در حیات ما خیلی خدمت دوست میدارم که برای که نه کی نگیرم نه یک کسی قفاش گپ میزنم همسایه را به همسایه جنگ نمیندازم. آفرین. یک گفتی که مثلا مرا وقتی که صحنه میگیرم مرا او خیلی نبینه کدوم مقصد خاطی گفتی این گپا؟ مقصد دیگه نه که من صحنه تربیوی میگیرم بعدن بعضی می نویسن خیلی من میخوانم من اوجه اموخته شدم چیزی می نویسن من اوجه اموخته شدم. فرقی نداره ولی اموخته شدی ها؟ نه فرق نداره. کسی که من گنده گپ می نویسه او من نه او خودش میگه. مثال پدر مادر من حقارت میکنه یا که من حقارت میکنه او خودشون حقارت میکنن. ریاضی هست موندگی. برای که میگن که تو نمیرسیدی تو ای خیلی تو او خیلی یکون گپی ویا با ما قابل نیست. بله. دویم هیچی. یعنی دویم معنیش که خاموشی هم خوب است در حیات ها. بهترین. سیم با بچه ها باور نکنه. این سبب به دخترها بود البته که به دخترها بود. خب هنر شما؟ من هنری بغیر صنعتکاریم دیگه هنرم دارم. خب هنر بالش‌دوزی دارم. آفرین.
بالشتی گلدوزی میکن. آفرین. بعدن دکان میگن خیلی زردوزی نام داره. او هنرم دارم. از سالی که من غریب شدم این چیزا رو نمیدوستم. ها وقتی که خانه خالم میرفتم خالم میدوخت من او کم میگفتم بیم خالم من دستم گفته یاردمش میکردم. خیلی پختن نخود او زنی که اگر پخت پزه نتونه میشه زن نیست. اکروش شگوید در همینجا مالدیس. حسابی زن در نیست ها؟ آفرین. چند روز شد در خونه افکار نکردین خودتون؟ چیزی نپخته ای؟ من؟ آخرین بار آش پختم. یه ماه پیش؟ 25 روز پیش. قریب یه ماه. 25 روز پیش. کجو میخوریم؟ ای کجو؟ ای بیرون فقط؟ نه. در خونه خیلی خورم. چی با وقتی که بازم سوالو این خیلی میکنی؟ آخر میگین در بیرون میخوریم. بعضی ها در بیرون میخوریم بعضی وقت. بعد با در خونه خورم خوراک تیار میکنن. آفرین. و جای مادر آخر. و جای مادر. شما و جای اکل فرزند میشه چی ما نمیکنیم؟ نه من مثال یکم باید باشه یا که پیروکا یکم تارتا یکم شیرینی من خیلی میپزم. نه که می در خونگی نپختم. ندیدیم اگه چی تا مقصد اما یک بار میمونی رفته بودیم یا 2 بار میمونی رفتیم. اونو را کرده بودی خودت کرده بودی همون شوربا ها؟ آش شوربا و غیره ها را و غیره خودت کرده بودی ها؟ خندو تازه مالدیست. زربونو خوش آمدی به برنامه ماجرای زندگی ما. اکنون در همین فرجام یافتنی برنامه ما یگان سیری تا گپ زن که تا حال یگان کس نشنیده باشد ندانسته باشد خیلی دردناک باشد کو ندانم یگان سیر خانه گرگ به استخوان نمیشود میگم فکر دارم نکی ندارم یگان سیر ندارم اکما این طور نمیشود همه سیر چی سیره داشتم گفتم تو نه خیر من میخواهم در همین فرجام فهمم که مقصد که صدقاً گوزم پدر اگر که گشته از ازبکستان بیوید قبولش میکنید نگاهش میکنید البته و پدر است چند روز تا روزه که خداوند او را نفس داده و شماره ها تماشابینان عزیز سپاسی زیاد شما هم میتوانید که مثلا در برنامه ما فکر و اندیشه‌تان را نویسید و انجام یافتنی برنامه به دست زربانو میسپاریم چیزی گفتنی داشته باشد چی پیشنهادی داشته باشد گوشش میکنیم همه سیر ما گفتم همه درد دل ما گفتم فقط همه نفرایی که من التماس میکنم گپای هر خیلی نیست از گپای هر خیلی اوجه که شما ها بخد مانده بچی اول وقتی که گروپ خودمون بود رحیم پرودکشن وقتی افیر میکردیم یا که در کامنتر می نویستم موزیق میشیدم گریه میکردم بعد رحیم میگفت که اپا شما زیق نشوید میگفت ولی آموخته میشین گفتی گپای هوایی که من آموخته شدم وقتی که سخنهای قبیح میگم من آموخته شدگیم برای هموقع من کوشش میکنم که من نیتو فکر نکنم مثال تو فکر کنم تو نیتو نه تو ها ملادیست سلامت باشین در برنامه یکی اگم سخنهای نجا گفته باشیم عذر زیاد خیلی صحنه‌های تربیوی مونه کینوها مونه همشه انتظار باشیم نه و نه میبروید انشاءالله زهره در حقیقت هنرمند است خداوند نگهبان شما باشد تمامی مردمی که ما رو میشنود خداوند حفظش کند نگاهش دارد و کارهایش برار دهد و از تمامی مادرانی که اگر که ما رو میشنوند خواهش میکنیم و پدرانی که ما رو گوش میکنن زوره میکنیم و برادرانی که ما رو میبینن التجا میکنیم در حق همه ما دعاگو باشید. خداحافظ. دوستان و برادرانی که در مهاجرت مهنتی قرار دارید
ба шумо хабари хуб дорам. Мехоҳед ки ҳама намуди молу маҳсулотатонро ба ҳар гӯшаи канори Тоҷикистон аз он ҷумла шаҳри Душанбе, Қурғонтепа, Ваҳдат, Мӯминобод, Восе ва шаҳри Кӯлоб равона созед. Ба шумо ҳоҷи Аҳтам кӯмак месозад. вақто ки аз номи канали Фаррухи Неъмат гап мезанед, ба шумо нархҳо скидка карда мешаванд. молу маҳсулоти шумо бе ягон нуқсону камбудӣ ба ҷои лозима вобаста ба рӯзҳои муайян оварда расонида мешавад. рақамҳое ки дар зер гузошта шудагиам ба ҳоҷи Аҳтам тааллуқият доранд. дарҳол занг занед, мушкилоти худро ҳал созед. иншоалло ки пага бори ваҳдата тақсим мекунем. бори душанбе насиб иншоалло пагаи дигар.